الصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيت أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاضرین گرامی، بر همه ما و شما معلوم گشت که در خاندان مصیبت فرا رسیدن. از الله منان طلب میکنیم که خداوند مغفرتش کرده باشه و از نام شما و از یک مهمانی که به اینجا قدم رنجه کردن، از نام خلم بر صاحبان خاندان عرض تسلیت میگیم که خداوند صبر جمیلشان نصیب گردانده باشه. الله منان در قرآن عظیم شأنش میفرمایند: استعیذ بالله کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون. تمام زیروی عالم چشنده مرگ است، بازگشت همه به سوی الله جبار بوده است. این دنیا اندک وقتی در مهلت ما فرا میرسه و این دنیا سفر میکنیم. زیرا الله در قرآن میفرماید: استعیذ بالله کل من علیها فان. هر آنچه در دنیا بوده است فنا میشده بوده است. از آن جمله مادر مرحومه این فرزند چون در مسافرت های امروز نتونستن که این در جنازه مادرشون اشتراک کنند. از نام همه شما بر صاحبان خاندان بسیار عرض تسلیت میگیم که خداوند صبر جمیلشان نصیب گردانده باشه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند: استعیدوا للموت قبل نزول الموت. تیاری بینه برای مرگ حالا مرگ ریبان شما را نگرفته است. چنان مرگ وحشت است، سخت است که وقتی که فرا میرسه، وقتی که نزدیک میشوه، دیگه یگان نمود جریان آدمی یگان کار کردن نمیتونسته بوده است. این عزراییل قابض روح بین چند مدت بیماری میکشیدن مادر، امروز به سبب این بیماری سفر آخرت چون الله آسان کردن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند: من مات مریضا مات شهیدا. کسی در بستر بیماری یعنی کسلی درونی قطعی و فشار قطعی و کسلی سرطان قطعی از دنیا سفر آخرت میکنه، حکم شهادت میگیره. این شک نیست که این حدیث صحیح است. هر یک انسانی که میدونه که درد میآید، ببینه که درد یک چیزی بوده است که انسان بسیار یعنی غمگین میکنه، ناراحتش میکنه، حتی از عبادت هم چیش میکنه، خستش میکنه، حرکتش سست میشوه. و همین خاطر الله منان که ما را آفریده است، بر ما و شما این نعمت ها را ارزانی کرده است. آیا ما سپاسگزاری نعمت الله نکنیم؟ آیا ما بینیم که خداوند منان بینه که بر ما و شما این قدر زندگی، این قدر ما و شما را یعنی احسان میکنه، این قدر نعمت ارزانی میکنه، حتی مردن براحت، حتی با ایمان، حتی با چی با این قدر اسلوب مشرف میکنه، سزای آنه که ما یاد الله کنیم. و همین خاطر الله در قرآن میگه: استعذ بالله و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی خلق نکردم انس جن مگر به خاطر خلق کردم من سجده کنن. خدای را سجده کنیم و خدا آفریدگار همه موجودات عالم. هیچ چیز به اجازت الله به این دنیا نمی آید و هیچ چیز هم به اجازت الله به نزد الله نمی رفته بوده. اینا در آمدن ما و شما خداوند هیچ کس نپرسید، در رفتن هم اینا یگان خاندان اینا را نپرسید که تیاریتون ببینه که اینا میروه. یک صدای ارجیه آمد، ملک الموت قابض رو فرمان الله گرفت، آمده در درون خانه به کدام حالت بود، در کدام دستور بود، در کدام حالت بود، زبانش هوشش در کجا بود، یعنی قابض رو چیکارش کرد؟ جانش از بدنش خارج کرد، گرفتن. همین خاطر این مادر بسیار منشأ بزرگ است. مادرداری نعمت دست که انسان وقتی که تولد میشه به دنیا میآید، یکم عالمی که نشانش میتین به مادر نشان میتین. همین قدر محبت سخت داره که برای جان خود چلادن مادر دریغ نداره. و همین خاطر مادر احترام کردن ای گوشه ایمانداری است. مادر بسیار نعمتی است که انسان فراموش باید نکنه. زیرا که در دنیا خداوند برای انسان سه چیز یک بار میتین. یکم پدر و مادر یک بار میتید میگیره، دیگه نمیبینیش. دوم جوانی را یک بار میتید، دیگه پیر شدی جوان نمیشی. سوم حسن. این از زیبایی که برای ما و شما داده است. شکل ما را دیوانه نآفریده است، ما را جاهل نآفریده است، گبران نآفریده است، کافر نآفریده است. این نعمتی است که خدا بر ما ارزانی کرده است که سپاسگزاری او ذات کنیم که او ذات به حد ابرقدرت است. باید ما روزه‌دارا چنان باید دیگر محبت داشته باشیم، چنان باید دیگر احترام داشته باشیم، چنان باید دیگر رحم کنیم که خداوند منان بینه بگه که این بنده‌های من آفریدم، اینا را من بیهوده نآفریدم. و در آخر دعا میکنیم خداوند رحمت مغفرتش کنه، جاش جنت کنه، قبرش پر نور کنه. الله اکبر.